سلام. تو این اپیزود میخوام ببرمتون یه جای خیلی کوچیک ولی پر از ایده و پر از جزئیات. پر از تصویرهایی که اولش لبخند میاره رو لبت و بعد کم کم که وارد جزئیات آثار میشی میبینی که چقدر هوشمندانه کار شدن. نمایشگاهی به اسم آن پیپر از کریستوف نیمان، یکی از بزرگترین انیماتورها و تصویرگرهای حال حاضر دنیاست که توی پلتفرم پلان سی فریم توی شهر میلان برگزار شده. با من همراه باشین تا وارد دنیای هیجان انگیز کریستوف نیمان بشیم. قبل از اینکه به خود کریستوف نیمان و نقاشی ها و آثارش بپردازیم، میخوام بگم که این نمایشگاه یک نمایشگاه خیلی کوچیک و جمع جور توی شهر میلان بوده که به مناسبت افتتاحیه پلتفرم سی برگزار شده. پلتفرم سی فریم یه جور در واقع کانسپت استوره که به هنرمندا و آرتیستا این فرصت رو میده که کاراشون رو به نمایش بذارن. نه فقط هنرمندا و آرتیست های ناشناس و خیلی کوچیک، همونطور که تو روز افتتاحیه‌اش به نمایشگاه کریستوف نیمان پرداختن. قبل از اینکه بریم سراغ تحلیل تک به تک آثار، دوست دارم یک توضیح کوتاهی بدم که کریستوف نیمان کیه و در واقع چجوری کاراش رو شروع کرده و چجوری آثارش رو خلق میکنه. کریستوف نیمان متولد 1970، هنرمند، تصویرگر، نویسنده و حتی انیماتوره. بیشتر از همه با کاورهایی که برای The New Yorker، نیویورک تایمز مگزین و نشنال جئوگرافیک طراحی کرده شناخته میشه. یعنی حتی اگه اسمش رو هم نشنیده باشین، خیلی زیاد ممکنه تصویرهاش رو تو زندگیتون دیده باشین. جالبه بدونین کارهاش توی کلی نمایشگاه موزه‌ای بزرگ نشون داده شده. زنده از رویدادهای غول‌پیکری مثل بینال ونیز، المپیک لندن و حتی ماراتون نیویورک طراحی کرده. اونم در حالی که خودش داشته میدویده، یعنی در واقع وسط دویدن اسکچ میزده. با برندهایی مثل هرمس، گوگل و حتی موما همکاری داشته و چندین کتاب هم منتشر کرده. و در آخر یه اپیزود کامل از سریال معروف ابسترکت توی نتفلیکس به کریستوف نیمان پرداخته که آخر این اپیزود هم یکم بیشتر به این قسمت از سریال میپردازم. اما حالا برگردیم به نمایشگاه آن پیپر. در واقع اسم کامل این نمایشگاه به صورت رسمی آن پیپر A Selection by Plan C. همونطور که از اسمش پیداست، تمرکز کامل روی کارهایی که روی کاغذه. اینجا خبری از بوم بزرگ رنگی یا نصب‌های پیچیده نیست. همه چی روی کاغذ اتفاق افتاده. طراحی با جوهر، سیلک اسکرین، لتر پرس و چاپ‌های خاص. یه جور ادای احترام به ساده ترین و در عین حال اصیل ترین بستر تصویرسازی. حالا که اسم این تکنیک‌ها رو آوردم، دوست دارم که خیلی مختصر و مفید راجع به هر کدوم از این تکنیک‌ها یه توضیح خیلی کوتاهی بدم، چون احتمالاً در ادامه باز هم از اسم این تکنیک‌ها استفاده می‌کنم و اینجوری شاید یک برداشت بهتری از کارهای نیمان بشه کرد. سیلک اسکرین در اصل یه روش چاپه که توش رنگ از یه توری خیلی ظریف رد میشه و فقط از جاهایی که باز گذاشته شده میرسه روی کاغذ. یعنی برای هر رنگ یه شابلون جدا ساخته میشه و بعد رنگ ها یکی یکی لایه لایه روی کاغذ میشینن. واسه همینه که رنگ ها خیلی تخت، قوی و تمیز دیده میشن. هیچ گرادینت شلوغی ندارن و همون سبک مینیمالیستی که توی کارهای نیمان میبینیم دقیقاً با این تکنیک جون میگیره. لتر پرس یه روش چاپ خیلی قدیمیه، از زمان چاپ دستی کتاب ها. توش حروف یا تصویر به صورت برجسته روی یه قالب فلزی یا چوبی آماده میشه. بعد با فشار روی کاغذ پرس میشه. نتیجهش اینه که یه فرو رفتگی خیلی ظریف روی کاغذ ایجاد میشه که نه فقط میبینیش بلکه با دست هم میشه حسش کرد.
یه چیزی بین تصویر و یه جور مجسمه خیلی کوچیک. همین تفاوت تکنیکیه که باعث میشه این آثار معدود توی این نمایشگاه خیلی کوچیک کاراکتر و حس منحصر به فرد خودشون رو داشته باشن. توی این فضا یه مجموعه از کارهای مختلف نیمان کنار هم قرار گرفته بودن. هر کدوم داستان خودشون رو میگفتن ولی یه خط مشترک داشتن: سادگی در فرم، هوشمندی در ایده و یه طنز خیلی ظریف، خیلی ساکت و خیلی عمیق. اگه بخوام بر اساس تکنیک آثار رو دسته‌بندی بکنم، کارهایی مثل اسبان، سامر اسکای، دراپت کال، مورنینگ فری، اسموک اند میررز، لکسینگتون اونیو و بروکلین بریج همشون با تکنیک سیلک اسکرین اجرا شدن و توی اندازه های مختلف تولید شدن. این کارها با اینکه خیلی کارهای ساده و مینیمالی هستن اما حضور فیزیکی قوی توی فضا داشتن. مثلا بروکلین بریج نزدیک به 1 متر بودش. وقتی جلوش میستی با اینکه فقط چند خط ساده و رنگ محدوده ولی عظمت پل رو کاملا حس میکنی. یا لکسینگتون اونیو خیلی خلوت و خیلی خاکستری بود ولی انگار صدای شهر رو میشنوی. همه این کارها توی نسخه های محدود و لیمیتد ادیشن بودن. بیشترشون 100 نسخه و بعضی هاشون هم توی 60 نسخه آماده شده بودن و همشون هم فریم شده بودن و به بازدید کننده در بعد ورود توی این نمایشگاه یک بروشور که توش لیست تمامی آثار با قیمتش نوشته شده بود داده میشد و بازدید کننده این انتخاب رو داشتش که هر کدوم از کارهایی که دوست داره رو خریداری کنه و به صورت اوریجینال به خونش ببره. حالا میرسیم به کتگوری چاپ لترپرس. همون جوری که توضیح دادم توی این تکنیک یک برجستگی خیلی ظریف روی کاغذ حس میشه. کارهایی مثل گلدن گیت، پنت هاوس، ترین سپاتینگ، ویتامین NYC، منهتن، سانی ساید آپ، اپینین و پاپسیکل با این تکنیک تولید شده بودن. این کارها از نظر ابعاد کوچکتر بودن و به صورت کلی لطیفتر و یه حس صمیمانه تری داشتن. خیلی هاشون انگار یه لحظه کوچیک از یه روز عادی هن ولی توی همون چند خط یه مفهوم بزرگ قائم شده بود. مثل سانی ساید آپ که یه تخم مرغ خیلی ساده است اما در نهایت تبدیل میشه به چهره آدم. یا پاپسیکل، یه آب نبات یخی لیمویی که بیشتر شبیه یه خاطر است تا یه شی. همه اینها نشون میده که نیمان چقدر خوب بلده از چیزهای کاملا معمولی یه دنیای تازه بسازه. اما یه بخش خیلی خاص توی نمایشگاه 2 کار بودن که کاملا با دست و جوهر کشیده شده بودن. آثاری به اسم پونزاتو که توی سال 2023 تولید شده بود و توره از سال 2024. هر دو با تکنیک اینک آن پیپر طراحی شده بودن. اینو واقعا یه حس متفاوت داشتن. از سیلک و لترپرس بیرون می اومدی و وارد دنیای دست می شدی. خطها زنده بودن، نفس داشتن و اینجا دیگه خبری از تکرار و نسخه نبود. اینا یکتا بودن، واقعی، بدون واسطه، فقط هنرمند، کاغذ و جوهر. این 2 خیلی بیشتر از بقیه توجه منو گرفتن چون یه جور خلوت توشون بود، یه جور مکس. نکته‌ای که تو کل نمایشگاه حس میشد این بود که کریستوف نیمان توی کارهاش از شلوغی فرار میکنه. تو دنیایی که همه دارن پر میکنن اون حذف میکنه و همین حذف، همین سادگی میشه قدرت کارهاش. اینجا بود که خیلی خوب میشد فهمید چرا کارهاش انقدر توی کاور مجله ها موفقن. چون توی یک تصویر خیلی مینیمال، خیلی شفاف یه جور داستان میگه بدون توضیح اضافه و بدون شعار. همه چیز رو با چند خط و چند رنگ محدود میکشه. یه چیزی که خیلی دوست داشتم این بودش که با اینکه بیشتر کارهاش درباره دنیای مدرن، ساختمونها، ریل قطار و شهره اما اصلا حس سرد و بیروحی رو با آدم منتقل نمیکنه. برعکس خیلی رنگی و خیلی شاد و پر انرژیه و یه حس خیلی انسانی توشونه. در آخر همونطور که قول دادم یه معرفی میکنم از اپیزود سریال ابسترکت از شبکه نتفلیکس. اگه به طراحی، تصویرسازی، خلاقیت و فرایند فکری هنرمندها علاقه دارین حتما اپیزود اول این سریال رو ببینین.
این سریال در واقع توی هر قسمت به یک آرتیست و یک هنرمند میپردازه و به بررسی روند زندگیشون و دنیای کاریشون میپردازه. اپیزود اول این سریال درباره کریستوف نیمانه. توی اون اپیزود وارد زندگیش میشیم، توی استدیوش توی برلین، طرز فکرش، شکهاش، دغدغه‌هاش، وسواسهاش، حتی ترسهاش که خیلی واقعی و الهام بخشه. به نظرم دیدن اون اپیزود بعد از دیدن نمایشگاهش و یا حتی این اپیزود از آرتیزان یه تجربه کامل تری میسازه. اگه تا حالا کارهای کریستوف نیمان رو ندیده بودین، امیدوارم که این اپیزود دلیلی شده باشه تا اینکه با آثارش بیشتر آشنا بشین و برین دنبالش و بیشتر ببینین. و اگه از قبل هم میشناختینش، امیدوارم که این اپیزود یک دریچه و یک زاویه جدیدی براتون باز کرده باشه. اگه از این جور محتواها لذت میبرین، حتما سابسکرایبمون کنین و برام بنویسین که نظرتون چیه. من امیر سجادیفر هستم و توی هر اپیزود به یک نمایشگاه، موزه، خیابون یا هر جایی که در اون ردی از هنر باشه سر میزنم و به تحلیل یک اثر یا یک موضوع هنری خاص میپردازم.